سلام به همه، حالتون چطوره بچه ها؟ امروز میخوام در مورد افشاگری جنجالی شاهین از فرشاد و نگار براتون صحبت کنم و حرفایی که شاهین در مورد نگار و فرشاد زده بهتون بگم. قبلش لایک، کامنت و سابسکرایب یادت نره. اگه آماده ای بزن بریم. از آقا فرشاد، چون مخاطباش به قول خودشون خیلی دیگه عزیزن دیگه، بیاد در رابطه با رابطهش با نگار صحبت کنه. چه رابطه‌ای که قبل از این که وارد عشق ابدی بشن نگار و فرشاد اینا با هم دیگه دوست بودن، تا الانم کسی در این رابطه صحبت نکرده. همینطور که توی فیلم دیدین، شاهین مدعی میشه که رابطه نگار و فرشاد از یک دوستی معمولی فراتره و اونا این رابطه رو مخفی کردن، که این ادعای اون باعث میشه که کاربران نظرات متفاوتی بذارن و بهش هیت بدن. مثل این کاربرانی که گفتن تو چرا اینقدر خال زنک هستی؟ هنوزم چشمت دنبال نگاره؟ یا اینکه خسته نشدی اینقدر اسم نگار و فرشاد رو آوردی، چی میخوای از جونشون؟ یا یک کاربر دیگه که گفته با اسم فرشاد میخوای ویو بگیری؟ یا اینکه یک کاربر دیگه گفته که یکی بگه خب به تو چه آشغال، چیه تو رو آدم حساب نکردن سوختی بابا، هنوز ولکن نگار نیستی؟ یا اینکه گفتن شعور مخاطب رو تو به سخره گرفتی مارمولک. همینطور که دیدیم بیشتر کاربران معتقدن که شاهین دنبال ویو گرفتنه یا اینکه از نگار خوشش میاد و نمیتونه نگار رو داشته باشه و کسی که شعور مخاطب رو به سخره گرفته و داره مسخره میکنه شاهینه، نه فرشاد و نگار. در این بین فرشاد هم سکوت نکرد و بعدش دست به کار شد و یه استوری در این اینستاگرامش منتشر کرد که شاهین رو به دروغگویی متهم میکنه و در استوریش میگه که شاهین فقط میخواد از این جنجالی که درست کرده برای جمع کردن فالوور استفاده کنه. با ادامه افشاگری‌های شاهین و نظرات منفی که کاربران بهش میدن و نگار هم تحت فشار قرار میگیره، فرشاد دوباره یک استوری دیگه میذاره و نگار رو توی استوریش تگ میکنه و میگه که این کار شاهین فقط برای بالا بردن کانال یوتیوب و افزایش فالووراش هست. که بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. ما دیگه کاری به این برنامه نداریم. اینو چند بار گفتم، ویدیوهاشو برداشتم، استوریشم گذاشتم. یه سری از دوستان چون همش دارن فوش میخورن میخوان بازار یوتیوبشون رو راه بندازن، اسمشون ویو نمیگیره، میگن چی کار کنیم؟ بیان راجع به فرشاد و نگار که مثلا مردم دوستشون دارن حرف بزنیم که مخاطباشون رو بکشیم تو یوتیوب و ویو بگیریم پول بیاریم. ما اون موقع بعد گفتیم خال زنک، خال شاهین، پسر دامن پوش، دیدیم فایده نداره، این هر چقدر فوش بخوره بیشتر حال میکنه. الان میخوام مثل رفیق، اصلا مثل داداش یه چیزی من بهت بگم، این برادر من ارزششو نداره، فوش به خاطر فوش آدم فالوور بگیره ارزششو نداره. یک نظریه دیگه هم اینجا وجود داره که میگه شاهین و فرشاد برای اینکه افزایش فالوور داشته باشن، حالا توی پیج اینستاگرامشون یا چنل یوتیوبشون، این کار رو انجام دادن و یک دعوای سوری بین خودشون راه انداختن تا بتونن افزایش فالوور داشته باشن. حالا نظر شما چیه؟ نظرتون رو برام کامنت کنید. اما در پایان لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. تا بعد.